چی شد؟ آیشگل جواب نمیدید؟ نه شاهین، نه آیشگل نه عارف جواب نمیدهند. تو چرا اینقدر به سبب آتشین میشوی آیشگل؟ به سبب نیست. گاه این خل میگویی گاه آن خل. حرکت هایت عجیب. روز تا روز مرا زیادتر حیران میکنی. تلفنات زنگ میزند. زنگ زدم گیرد. جواب ده. باز یگان مسئله مهم نباشه. ظریف. لبای ظریف. قربانت شوم، آخر در کجایی؟ چی شد؟ کمیسری که سلاح را گرفته بود به دام افتاد. چه خیل؟ ای برادر، کاش که از آفرینشی زمین سر میکردی. من گپم رو تمام کنم. همش نغز و یکی از آنها گریخت. از سخنان قماندان معلوم شد که اتشه سوریه را کشتن میخواهند. سلاحهایشان باشد به دولت تعلق دارند. ظریف تو چه میگویی؟ در کجایید؟ در راهیم، باید زودتر رفته رسید. خانه این آدم در چاوشباشی است. مالش، ما حاضر اونجا میآییم. چی شده است؟ با سلاح دولتی اتشه سوریه را کشتنی‌اند. خب با اغوا جنگ انداختن میخوانند. نیتشون همین است. این طور باشه، زودتر حی کن، زودتر حی کن. خدایا از شر ایغاگران نگهدار. شبنم مرا گوش کن. با اتشه سوریه حتما زنگ زن. گویی که به جانی او قصد کرده. با تمام اطلاعاتی درباره او بوده رو با تلفنم روان کن. در این روز به کار نمیردی؟ من مجلس دارم، رفتنم لازم. اختیموز پدر جون. با احمد به سینما رفتنی بودید کو؟ میرویم اما بگویی تو هم با ما بیا. نباشد این طور میکنیم. تو با من میروی تا انجام یافتن مجلس در ماشین میشینی. مجلس دیر دوام نمی کند. بعد آمده مادر و احمد رو میگیریم میشود. لیکن در ماشین تینجکک میشه. مالش. بعد از مجلس به شما زنگ میزنم. مایلش ما انتظاریم. میرویم دخترم. خیر تو دیدور. دادا جانی من، شما بهترین تو هایی. هم دختره که شیرین ترینی من هستی. خیر. به نماز دیر کردی. چخیر نماز؟ من طهارت کردن را نمیدونم. به طهارت مشک چخیر؟ خیلی زیبا، ماشاءالله. آخر خطا نمیکنی؟ در عمرم خطا نکردم. تیار شو، آمده ایستادم. تو اینقدر زیبا میخندی. کنی خند، کنی خند. نکنید دادا میخندم، میخندم. کنی خند، کنی خند، کنی خند. دادا دیدی پلیس ها رو؟ دیدم یگان حادثه روی داده است. از اینجا به طرف راست.
آیشگل ما قریب رسیدیم. شما در کجایید؟ ما هم قریب اومدیم. آتشه رو یافتید؟ متاسفانه نه. شبنم زنگ زده نتوانست. حاضر به سفارتخانه زنگ میزنیم. اکنون نوبت تو. مایلش مسئله شناسنامه چی شد؟ حل کردی؟ همه چیز تیار، خاطر نشو. یک دو روز در یونان میگردی، بعد میروی سوی اروپا. تیار باش، برای کار من رفتم. ماشین تو رو در پایان انتظار است. مایلش دیر مانده ایستاده. ماشین رو زودتر رانید. خوب شده است. مرحمت کی در کار بود؟ آتشه همینجا. کمی پیشتر برآمد. بخیر است؟ شما کی هستید؟ ما پلیس هستیم خانم. چی شد؟ یگون حادثه روی داد؟ نه، یگان حادثه نشده است. ما پلیسیم. تنها آتشه رو دیدن میخواستیم. چی شد؟ التماس گپ زنید. بخیر است؟ خانم آرام شد. دخترم همراه پدرش. تلفنش باشد یک زنگ زنید. من زنگ میزنم. هوای نسچ شنازن دا 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 بام بام انا در اونجا. زودتر زودتر سیگنال ده زودتر. آیشگل آتشه از خانه برآمده است. الو آیشگل مرا میشنوی؟ متاسفانه دیر کردیم. ماشین ترکید. چی شد برادر؟ به من نگاه کنید. چی شد؟ گپ زنید. یگان ناخوشی روی داده است یا اینکه او را کشتند. دائما او را تهدید میکردند. گپ زنید آخیر. صد افسوس. به شوهرتان حمله ناگهانی کردند. خانم چی شد؟ خانم با شما چی شد؟ با خود بیایید. خانم خوب است. خانم به فکرت از کجا آتش شدند؟ از اون طرف، از طرف مسجد. من به اون طرف میروم. مایلش من از این طرف میروم.
کیستی؟ در اینجا چیکار داری؟ یک طرفیست. جماعت یاری دید. جماعت پرو از اینجا نزدیک نشوید. دور ایستید. پرو از اینجا دور شو. دور شو. بپرانم. دور شوید. بچه ها دور شوید. نزدیک نشوید. زودتر گاز را زیر کن. بدور شو. مرده است. فراموش کردم که چیپ تئاتر باتریا. ایستا پلیس. این باز از کجا پیدا شده؟ با سلاح هم دارد. دستانت را بردار. ایستا از حد نگذران. بردار سلاحت را. آهسته به زمین گذار. زودتر. خوب مایلش نپران میگذارم. زود باش. این طرف گذر. زودتر. این را به دستت گذارم. الو بابا، عملیات بود شد. آتشه کشته شد. آفرین پسرم، مرا خرسند کردی. این از حساب طرفخانه اما اشتباه تام. نوش جان شود. کار آدم رو حل کردی؟ یک مشکلی بر اومد بابا. گروه یک بر اومد. با فکرم کپیتان با آنها خبر داد. از ما شنیده بود. علاجش رو یافته. معمر رو نابود کن. خوب بابا خوب. من این کار رو حل میکنم. تو حالا به نزدم بیا. بعد دیگر مسئله ها رو فکر کردن براییم. آتش مرده باشد دیگرش مهم نیست. تماشابینان محترم، به آتشه سوریه بمب پرتافته شد. خبرهای تازه ترین را به شما پیشکش خواهیم کرد. آرام شوید. خانم به اینجا نزدیک شدن ممکن نیست. اینجا در نظارت پلیس است. لطفاً دور شوید. بس برو میفهمم، لیکن افسوس که خیلی ممکن نیست. بفهمید شما چه پلیس هستید؟ بر وقتم در کجا بودید؟ من شما رو میفهمم، لیکن بودن شما در اینجا ممکن نیست. بفهمید یکم کلمه دیگر بگوید. دف شوید از اینجا. دف شوید. در وقتش رسیده ناومده این بلا زند. از دستمون چیزی که اومد کردیم. از این بعد خوبتر کوشش کردن لازم. گپدری نیست برادران. آتشه کشته شد. دیپلمات. این کار درد سر ما می شود رفیقان. چرا این طور میگویی؟ بعضی ها مخصوص گروه ما را به همین ماجراهای اغواگرانه کشیدن می خواهند. نبی عارف
سلام. این بستی؟ شرط نیست به یکدیگر ناحرمتی کنیم. ما آدمان با مدنیت هستیم. من به تو مدنیت را نشان میدهم. تو کیستی؟ از ما چی میخواهی؟ من یا اینکه ما گوییم ما صاحبان حقیقی این دولت میباشیم. خدایا خداوندا، تو چی ها میگویی؟ مگر از بابایت به تو میراث مانده بود؟ این دولت همیشه از آن ما بود. اکنون به من گوش کن. از قدیس تا وین شما فتح کرده بودید. در چنک برای راه خدا شما شهید شده بودید که این دولت از آن شما شود. این حادثه ها در کتاب های تاریخ میمانند. از شما پرقدرتر در این دیار عمر بسر می بردیم. آیا میدانی که این سخنان قهرمان تو دیگر فایده ندارد؟ پیش شما در اینجا اسب‌تازی میکردیم. اکنون نوبتی ما آمد. تا امروز اسب‌تازی کردیم، تا قیامت نیز خواهیم کرد. به من گوش کن. سالها شد خودریزی میکنید. آدمان بیگناه را به هم دیگر جنگ میاندازید. ترک و کرد گفته 30 سال باز بین برادران اغوا میاندازید. علی پرست گفتید، سنی گفتید، بیگناه خونی مسلمانان را میریزید. لیکن اکنون دیگر بس است. من به سبب ها کار ندارم، به نتیجه نگاه میکنم. امروز یک دخترک خردسالی را کشتید. از این کارتان خوشحالید مگر؟ این یک تفصیلات بی اهمیت است. مهمش آن است که در تلویزیون چی ها گفته ایستادند. به شما خبری تازه روید به کشتاری اتشه سوریه میرسانیم. بمبایی که اتشه سوریه رو به هلاکت آورد در قید قوه های مسلح ترکیه بود. اکنون به بعضی سوال ها جواب دادن لازم می آید. این سلاح ها به دست تروریست ها چخیل گذاشتند. از همه مهمترش سوریه به این حادثه چخیل جواب خواهد گفت. تمام این سوال ها در روزهای نزدیک ما رو مشغول خواهد کرد. سوریه از این فرصت خیلی استفاده خواهد برد. اتشه‌اش رو در ترکیه کشتن با سلاحی که در قید قوه های مسلح است. یعنی ترکیه به تروریستان کمک میکنه. از شما امید نداشتند. این کاری شماست. کاری شماست. بله ما کردیم. اما تو بپرس برای چی کردیم؟ با اسب ما بسیار سیر و گشت کردید. اکنون نوبت ما. اگر من با اون اسب تو را مجق نکنم آدم نباشم. عارف چی ها میگوید؟ عصباش بیرون شد. سخنهای بی منطق میگوید. لیکن معمر شخصی که اتشه را کفان در دستشون. چرا نگاه کردشته ای؟ رو حل کن. خیز! چی میگوید؟ وضعیت جدی. ما را چون دولتی تروریستی نشان دادن میخواهند. سوریه را علیه ما شوراندنی اند. چیکار میکنند؟ من از کجا میدانم بالتا؟ یگان کار میکنند. آنها هم اسکر یا دیپلماتی ما را میکشند. براسند. من هم از همین میترسم. اگر دولت سوریه نکنند آنها میکنند. بعد گناه را در گردن سوریه میپرتویند. باید زود عمل کنیم. در چیزی نداریم و ایشک داریم. شخصی که موشک پرونده بود در دست ماست. انا این خبری خوش. این خیلی آدمان یکان کلمه نمیگویند. میدونم. من یک نقشه دیگر دارم. عارف، آن شخص تو رو ندیده است؟ نه ندیده است.
خیلی خوب. امروز با یک ماشین موشک پرتافته شد. ماشین آتش گرفت. در داخل ماشین اتشه سوریا و دخترش سوخته جان دادند. چی خیلی که معلوم شد اتشه را وقتهای آخر تهدید میکردند. حالا پلیس از پی شخصی موشک پرتافته شده است. خداوند کریم عاقبتش را بخیر کند. رئیس در این خصوص چی فکر داری ها؟ خیر و شر از جانب الله است. این را من هم میدانم ها. دانی چی میپرسی؟ چی؟ از این حادثه نباید اندوهگین شویم. من به تو اینطور نگفتم. در داخلی باشین دختره که خودکه که بوده است و هم به هلاکت رسیده است. خدا رحمت کنه. او همه چیز را میداند. در هر کار هزار یک حکمت نشان میدهد. به زمینیان مهلت میدهد که به راه راست روند، لیکن هیچگاه بی‌اعتنایی نمیکنه. چیزی را که میبینیم در اصل دیگر خیلی استوری. رئیس چه میگویی؟ گفتنی که در تلویزیون دروغ میگویند؟ نه، من این خیلی نگفتم. تنها این را گفتنیم که پیامبر میفرمایند جنگ این مکر است. سردیه برو. سردیه میگویم. برو با کجا میبره؟ سردیه دندانت را پوش، نباشد دندانت را میریزانم. گب نزن با ماشین شن. شما همتون به این عملتان جواب بدهید. همتون به این کاری کردهتان جواب بدهید. ای بده حالا نگاه همتون را میکشم ناکسان. میکشم. همتون را میکشم. از این کاری کردهتان پشیمان خواهید شد. میکشم همتون را. نامردها. به ناموسان. تو را چرا دستگیر کردند؟ در سری وظیفه بودم. مرا دستگیر کردند ابله‌ها. به تو یک چی گویم؟ ما را فروختند. سفسطه نخوان. ما را کی میتواند فروشد؟ هیچ کس. شخصی که ما را باید به اروپا میبرد پراندند. این کار را من این بی‌شرفان کردند. آواز نامردها سری شما را میگیرم. میفهمید؟ چه طوری که من میدونم آدمانی فریبگر و قلاب در دوزخ میسوزند رئیس. گوش کن جناب. در حیات از همه حیله بزرگ درست بودن است. درست زندگی میکنی، از راهی راست نمیگردی، اما جنگ حیله است. در جنگ حیله جایز است. یک ضرب المثل است، کلوش شیطان را چپا پوشیدن. شنیده ای؟ شنیدم. و شیطان حیله کردن لازم است. او تنها زبانی حیله را میفهمد. مثلا کبر هم گناهی بد دیده الله است. اما در میدان جنگ بروی دشمن کبر نشان دادن لازم است. اگر به ظالمان غالب شدن خواهی در وقت جنگ مکر و حیله کردن لازم است. اگر پیش خونریزی را گرفتنی باشی در جنگ حیله جایز است. آب دیده مسلمان را برهم دادنی باشی در جنگ حیله جایز است. شیطان حیله زیادی دارد. فتنه و فسادی بی نهایت زیاد دارد. وظیفه ما راست قول بودن است. در راه راست قدم زدن است. اما صبر و طاقت نمانده باشد. در جنگ همیشه حیله جایز است. خدا جزایشان را دهد. ما را بدام قلتاندند. که؟ آدم با نام به انصاف. به انصاف این کارا نمیکنه. تو از کجا میدانی؟ چون که او مرا فرستاد. هر دوی ما را از اینجا خلاص میکنه. پروا نکن. باوری داری؟ البته. با فکر من او از ما خلاص شده نیست. نه. همه چیز از روی نقشه میشود. چی گپ شد؟ شما کیستید؟ شما کیستید؟ چی میخواهید؟ آمدند. همه به جای خود گذارید.
حاضر ما را میکشند. ایست آروم شو. بس همین خواب کن. زود سرت را بالا نکن. نترس آرام باش. فراز باشید زودتر. تو نمیایی. تو رفتن گیر من بدتر میآیم. کار اینها رو حل میکنم و بعد میآیم. بیرو زودتر گوریز زودتر. ایستا میگویم. اکنون چیکار میکنید؟ اول دستانمان را آزاد میکنیم. چیکار کرده ایستادی؟ آرام شو نترس. گفتیم برو کن. اکنون نوبت تو. زودتر باش. زودتر. خیلی خوب. اکنون یگان ماشین یافت لازم است. اینجا بیا. زودتر. ایستا. فراز ماشین. فرو میگم زودتر. خواهش میکنم مرا نپرانید. با خیبت نگاه نکرده دو. زودتر دو شو از اینجا. در اینجا چی شده؟ اکا در اینجا تیرپرانی شد. ماشینی ما رو چون الک سراغ کردن. این کار را کی کرد؟ من هیچ چیز رو نمیدونم. حاضر من سری تو را سوراخ خواهم کرد قبلا. در اینجا چی شد؟ گپ زن به این صورت. بابا در اینجا یک حادثه عجیب رخ داده است. کسی ماشین معمر ما را به خلبر تبدیل داده است. چه؟ من همه چیز رو نمیفهمم. این کار رو کی کرده باشه؟ نمیدونم بابا. نمیدونم. هیچ چیز رو نمیدونم. سراسه من نشه. در تگ این کاسه نیم کاسه هست. چه کاسه نیم کاسه؟ این آدمان کیها بودند؟ چرا با ما هجوم کردند؟ و فکرم آدمانی به انصاف میترسند که آنها رو میفروشیم. سفسطه نگو. من باوری ندارم. من رو به انصاف فرستاد. باید آمده ما رو خلاص میکردند. و من گوش کن. به انصاف کسی را نمیفروشد. میدانی؟ باوری داری؟ البته باوری دارم. نام تو چیست؟ امین. گفتم که امین. این مهم نیست. آدمان تو در کجایند؟ بعد از وی کار باید در مکانی ما و میخوردیم. من از آنجا به یونان میروم. خب تو را میفرستیم. یکان دشواری ندارد. بعد از چپ میگردیم. بسیار خوب. خوب هستید؟ بله آیشه گل. یگان ناخوشی رویده بود. نه عارف با اون شخص رفت. جای عارف رو معاین کرده میتواند؟ بله. اکا از پای اونها هستیم. اگر معمر یگان چیز رو پایخست کند چی؟ چرا پایخست کند؟ حالا فقط در فکر هوا و پاست و کرتاش نمیخونچد. لپای آیشه گل. پیگیری کرده ایستاده اید؟ بله از شهر بیرون برآمده. اینجا کجاست؟ اینجا توزده است. هیچ ممکن نیست که اینجا توزده باشد. خان توزده نوشته. نه آنجا توزده نیست. خسرورتر نگاه کنید. دقت آهسته. جای تو بازیت رو یافته.
آفرین کارلوس. من چی گناه کردم برادر؟ کودک برای ماشین دویدم برای من چیکار کردم؟ من این سرم را خوردی. دیگر کار نداری که با من بحث میکنی. توزله اینجاست آنجاست. کاری تو چی؟ این گپ‌های بیهوده رو مانید عارف را چخل میابیم. چی کارلوس؟ این ماشین مگر دیگر نمیگردد؟ نه برادر، بیچاره پچق شده است. انا تاکسی، با تاکسی میرویم. ایست. بچه ها زودتر باشید. السلام علیکم. و علیکم السلام. زودتر باش برادر ما. زود باش. زودتر باش. اکا پیشکی گفتم من پیگیری نمیکنم. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ گاز را زیر کن. این کارهای پیگیری به من معقول نیست اکا. لطفا در ماشین سلاح استفاده نبرید، با گاز میگردد. باز نتر کرد. من میترسم اکا. من حاضر تو رو میتر کنم. هایکو. با فکرم اکا اعصابایتان خراب شدن. با کجا میرویم اکا؟ کامپیوتر به کار درآید و تو همش را میفهمانم. او کامپیوتر؟ شما کیهان آوردید اکا؟ خدایا تو با من آسان کرده فهمان، من خودم کامپیوترها رو مییابم. برادران، همه آدمان آنها ما رو مییابند. ظریف قربانش شوم، سبکتر کرده فهمان. حاضر کامپیوتر به کار درآید. خدایا توبه. آفرین معمر، کاری بزرگی اجرا کردی. آتشه رو در اخبار تماشا کردیم. بیچاره لخچه شده است. تشکر. این رفیق کیست؟ این کس مرا نجات داد. آدم به انصاف. وقت زیاده نداریم، کار را زود به انجام رساندن لازم. دیروز یک برادر آمده بود با لباس سیاه و سلاح. مردی زیبا و قد بلند بود. من کی به این ماشین شدم؟ اکا تو نه یک مرد زیبای دیگر نامش لطیف بود؟ عارف نباشد. ها، از دهانت اثر ریزد. نامش عارف بود. مرا به سر کوه برد. گازی ماشین تمام شد، در کلاه کوه ماندم. ای کاش آن کوه سوخته خاکستر میشد. تو چی قدر بسیار گپ میزنی ها؟ اکا کسب ما همین خیل است. روزی دراز در ماشین میشینی خودت تنها، دو دهان گپ زدن را یاد میکنی. انا ایستادم. تو برای چی ایستادی برادر؟ اکا نمیدونم، تو با هیجان ایستادم. نه خیلی نمیشد، من او را میپرانم. اکا قربانت شوم، اگر پرانی همه جا افلاس میشود. ماشین را با 20 سو میشویند، سردار گاهی بد میکنند. این کارو نکن اکا. ای برادر، قربانت شوم، پایت را میبوسم. ماشین را زودتر ران. زود باش، هایکو. این 3 نفر بمب تیار میکنند. از نام سوریه؟ همه همین خیل فکر میکنند. خیر میفهمم کو. نادرست نفهم. همشان آدمانی باورناک، لیکن مسئله را نقض نمیدانند. دشمنی ترکی هستند ولی کار آدمای ما میکنند. فهمیدی؟ فهمم. کجا را میتر کنند؟ آن را به انصاف میداند، من نمیدانم. فهمم. ما تیاریم، برای میبریم. خب یک جایم میبرایم نباشد؟ من این طرف گذارید، همه اتان زودتر. محمد تو پلیس آوردی؟ قسم میخورم که نمیدانستم. مرا فریب داد نامرد. اکا این سلاح ها رو از کجا میگیرید؟ با شما دولت میدید؟ از بازار میخریم برادر عزیز. دانش 20 درم. در 12 ما میسپاریم. عارف
ظریف شما در کجایید؟ در کجایید ظریف؟ برادر منو ببخش، یک کاری ناشایان کردیم، نزدیک آمدیم. خوب شده است. ایستادارم، رسیدیم. خدا گیرد ساعت تاکسی را در گیراندن را فراموش کردم. برادر این را بگیر، بقیهش لازم نیست. اکا تشکری زیاد به شما. کاری او را حل کن. از اینجا گریختن لازم است. پیمان آمدند. خوب شده. ایستید وگرنه میکپانم. نجوم به خفا روید. همه دور شوید. زود باشید. اگر پخش کنم همه تون پارا میشوید. از اینجا برایید. آرام شو. خب آرام شو. انا بین سلاح همون رو مانده ایستاده ایم. آتشی نشم. پرتو پخش کن. متهم او را دستگیر کنه. گذر اینجا گذر. تو چه گبرو نمیفهمی؟ کاری خیلی شد. کاری خیلی گذر. چه شد ها؟ گذر. بیا ایستا. ایستا. خری بود که دیلم میکفی. تو چی کار کردی؟ برادران شما در کجا بودید؟ اکا عذر میخواهیم. در راه ماشینمون ویران شد. بعد به یک تاکسی ششتیم. راننده‌اش دیوانه بوده است. تو پلیس بوده یا؟ بله. تو از کجا فهمیدی؟ پایم درد میکند. مرا با بیمارخانه برید. چی گفتی؟ چی؟ جانت اینقدر شیرین بود است نه؟ این را باید پیش از سویخست کردن فکر میکردی یا نه؟ ها؟ برید این راز اینجا. برا رگا آدمی سویخست کرده در دست ما. 3 کسی دیگرش کشته شد. بمبئی زنده شدن میخواستند. دیگر همش خوب است. بله خطر برطرف شد. قاتل آتشه حالا در دست ماست. حاضر به قرارگاه می آییم. خب انتظار می شوم. به این عارف نگاه کنید. مثل روبا مکار بوده است. دست از دست با قوت‌تر است. آدمانی مرا دستگیر کردند. حاضر وقتش به من اجازه دید. رفته همش را پیشتان میارم بابا. لازم نه. با پای خودمون تیر نمیزنیم. دشمنان در پیش پایمون اجازه دید بابا. تو گپ ما رو گوش کن. به انصاف ما فکر کنم که آدم ما را داشتن. هنگامی که غلبهشون را جشنگیری میکنن ما کار خودمون رو میکنیم. چه؟ تو با من 3 نفر دیگری یا با قوت باشه. نفهمیدم نشد بابا. آتشه یک خواهر دارد لیلی. یک دختری دیوانه. بعد از مرگ اکایش شاید به خود آمده باشد. یک کت رو یافتیم. 2 نفر دیگر رو هم میابیم. یا نقشه کاری را دوام دهیم. خوب شده نشاد بابا. با ما کمتر ترس لازم است. اسبی که میترسد دو پا میخیزد. اسبران میافتد. اونگاه اسب به صاحب میماند. به صاحب نمیماند. ما حالا نمرده ایم. از پیشتر هم با قوتیم. لیکن اینها بیخبرند. روزی تولدت مبارک جون.
مبارک جانا روزی تولدت مبارک جانا روزی تولدت مبارک تشکری زیاد خیرت که شما هستید دوستان عزیز یک دقیقه زود می آیم چی تصادفی فورم؟ من مخصوص آمدم تصادف نه جانانی من نباشد خوش آمدید شین جانکم مایلش این برای تو لازم نبود خیلی زیبا تشکر خیلی زیبا تو لایق از این هم بهتری دلم میگوید که مقصد شما تنها هدیه دادن نیست با آواز دلت بگو که درست میگویه گلرو از ما جدا شد و من مثل او یک شورشگر نغز لازم شورشگری با قوت چون این شورشگر منم تو از شورشگر دیده به یک برجه مانندتری دوستانم دعوت کردن نگفتن نتوانستم نباشد این طرف کارها رو دوست نمیدارم خیر به سر مقصد میوییم به دشمن یک ضربه سخت زدنی هستی نقشه ها تماما نگر شد چیکار میکنیم؟ این رو استفاده برده میتوانی با این بمب رو میترکنند نه تنها بمب خودت رو هم میترکنی چی؟ این گپ به تو معقول نشد؟ ترسیدی؟ نه نترسیدم با این صحبت تیار نبودم فهمو اگر ترسی این کار نمی شود ایست حالا نه نگفتم هنیز نگفتی من راضی بعد 2 ساعت زنگ میزنم چی نمیگری؟ بعد از کشتاری اتشه بمبای زنده استفاده بردنی بودند آنها را دستگیر کردیم سردار شخصی که موشک پرتافته بود یارادار شد در بیمارخانه کارلس و رجب در نزدش هستند خوب هیچ نباشد یک قسمی بالا را از سر دور کردیم لیکن کارمان هنوز تمام نشده است افکار جامعه بین خلقی به ما فشار آورده ایستادند ما را با دستگیری ترور ایبدار میکنند همه دلیل ها مقابل مایند متاسفانه با سوریه مناسبت دیپلماتی قطع شد سوریه سخن ما را گوش نمیکند با ما باور نمیکند فهمیدید فهمو سردار یگانه دیگری شود با ما خبر دهید شاهین شبنم از تو یک خواهش دارم مرحمت خانم آیشه‌گل گوش کن به این عکس نگر شخصی که در ماشین نشسته است نمی نماید عکس رو کلانتر کرده می توانی میبینیم خانم آیشه‌گل این برای من خیلی مهم است مایلش کوشش میکنم که حل کنم کی حل میکنی؟ امشب کار میکنم سحر تیار میشود التماس همین کار رو بکن باز میگویم که این کار برای من خیلی مهم است
барори кор. تشکر. یگان خبر داری؟ چی حال داشته باشد؟ جراحی کردن وضعیتش معتدل بوده است. شاهین من دیوانه می شوم. این دختر به زنگ من جواب نمی دهد. به من زنگ هم نمی زند. نه نامش است و نه نشانش. به من مصلحت بده. چی کار کنم من؟ نمیدانم چی گویم ظریف. از خانه زنگ میزنم نغز است میگویم. با مکتب رفته آمده ایستاده است میگویم. گپ رو دیگر سو میبرم. این دختر گذران. خواطر نشو. دختری کلان. خودشو محافظت کرده. نمیدونم در کجاست. چی میخورده باشه؟ شاهد دارد یا نه؟ با نزد من بیا. حاضر میآیم. تلفنت زنگ میزنم. نه تلفن من نه. از یک رفیقم. جانون ما میرویم. تو بابا نمیایی؟ شما رفتن گیرید. من بدتر میویم. مایلش دیر نمون. زود بیا. مایلش. الو شوهین باید بخوریم. گپ زن چی شد؟ بسیار مهم. زودتر بیا شوهین. سراغت را گوی. خب ایلش بعد نیم ساعت آنجا می شود. ظریف من باید روم. کارهای مانده را به انجام رسانده می توانی؟ البته من حل می کنم. تو از پی کارت شو. تشکر برادر. نمی‌ریزم. خوش آمدید رفیقا. تو را دیده خیلی خوشحال شدم. من هم آمدم که قصاص یکم رو از آنها گیرم. خواطر نشو. امروز روز توست. امروز روز ماست. وقت رسید. دولت ترکیه جزای به تروریستان یاری دادنشون میکشد. جیانی 7 ساله هم را کشتند. قصاصش را میگیرند. امر دهید. البته قصاصش رو میگیریم. اما تو تنها نیستی. خوش اومدی. شین وقتی زیاد ندارم. بخیر است. چیکار بود است که اینقدر مهم باشد؟ با به انصاف گپ زدم. گفت که پگاه 3 بمبای زنده میترکونند. این کار نمی شود. همشان را دستگیری کردیم. این نقشه نو با فکرم آنها را مخصوص به شما سپاریدند. تو از کجا میدانی؟ چون که یکی از بمبه ها منم. تو چرا میگویی جانم؟
تو بمبئی زنده میشوی؟ زنده یا مرده نمیدونم. بس سرم چه حدیثه می اومده باشد نمیدونم. شاهی من به تو باوری داشتم. این کاری کردگیت چی معنی دارد؟ بمب ها مقل شد نشد بابا. پاک میگویم همش میتر کرد. خوب، خیلی خوب. یکی از اینها رو با مسجد فرستان، یک تاش رو با پلیس خانه، سیومش رو با اتوبوس سیر آدم شنون. خوب شده است. اگر از اوزده کار نبره نه، بغیر از این 3 نفر باز 3 نفر دیگر هست. اگر در کار شود از دوری میتر کنیم. هیچ کجا نمیگریزند. آفرین به این سال. روز به روز استا شده استاده ای. دور فشو گرده گفتن نشود بابا. یعنی گفتنی که 3 بمب ترکانیده می شود؟ بله، زود حرکت کردن لازم. بمب ها در کجا هستند؟ کی کفانده می شوند؟ حالا اینش رو نمیدونم. همین که فهمیدم به تو زنگ میزنم. فهمو. چی شد؟ اکم اومده است تو دست.